یاوز؟ دریا من آمدم که تو را ببرم. چی طوری میبینی یاوز؟ پروکرور اینجا صحت و سلامت است. یاوز تو چرا اومدی؟ تو آدمی آنها رو با آنها ندادی؟ حالا نداده است ولی میدهد. یاوز چرا تو این کارو کردی؟ با قدر این کس رسید خانم پروکرور. او عاشق شیدای شماست. دمت را گیر. ببخشید عشق و عاشقی شما را خلل رساندم. دریا من تو را از اینجا رها میکنم، فهمیده؟ فهمیدم. من به تو از اینجا نمیروم. دینگ دینگ. وقتی با شما جدا شده به آخر رسید. پروکرور را به اتاقش ببر. به او دست نرسان. یاوز همش خوب است، تو خواطر نشو. آخر تو در همین جایی. با من همش خوب است. یاوز این کار را با آخر رساندن لازم است یاوز. من خسته شدم. علمداغ کوچک ساکک یک انبار رقمی حجره 17. سمین نویس علمداغ کوچک ساکک حجره 17. همین که آرهن را گرفتید مرا آگاه کنید. سربازان تو حال در همین جایند. ما آنها را پیدا کرده نتوانسته ایستاده ایم. یاوز حالا این را نمیداند. تا میفهمد که ما به راه میبراییم. بیرو. حاضر آمده آرهن را میبرند. این مسئله را آرامانه حل کنید. حال دریا خوب است. من او را گرفته میارم. آهسته. گذر. چی شد دریا چی شد؟ همان طوری که شما گفتید پالکونیک. یاوز اینجاست. همان طوری که من گفتم. بچه ها هم به نزدیکی میرسن. این خیل باشد با زودی خلاصی میابیم. خواطر نشو دریا. قماندان با حجره ها نزدیکیم. قماندان حالا که دیر نشده است از اینجا براییم. میبراییم ولی به همون سلاح لازم است. برای این ما باید باز یک چند نفری دیگر را بی‌ضرر نماییم. چی نقشه ها داریم قماندان؟ به 3 تقسیم میشویم. عاشق من و تو آدمانی دربان بوده را بی‌ضرر نموده راه میکشویم. خوب شده است قماندان. نواسکر کشنلی هر دوی شما پیش میگذارید. ایدایفی هر دوی شما به پشت بینا میگذارید. خوب شده است قماندان. اطاعت قماندان. حیات پروکرور و قماندانمون به ما وابسته است بچه ها. ما باید علاجی کرده آنها را رها کنیم. تا اینجا آرامانه آمدیم. بیایید اکنون کمی مغل میبرداریم. انا همین خیل میکنیم. اینجا را با سرشان چپگردان میکنیم. رفتیم. تا نمیریم تسلیم نمیشویم. قول میدید؟ قول میدیم. قول میدیم. قول میدیم. قول میدیم. قول.
ما به سلاحیم. ما باشیم سلاح داریم. از شما بر این پلیت ها همه چی را انتظار شدن ممکن. ما همگی اورهان را گرفته از اینجا می رویم. او داخل ماشین یاری تجیلی است.